سلام، خیلی مخلصیم. من یه ترکیبی برای پاکسازی محیط دفع انرژی منفی برای خودم درست میکردم، یعنی برای مصرف شخصی خودم درست میکردم. گفتم که برای شما یه ویدیو بگیرم، شاید به دردتون بخوره. ببینید عود صندل سرخ و صندل سفید، بذارید بهتون بگم. ببینید عودای صندل سرخ رو اینجوری با انبرده است که بگیرید قشنگ پودر میشه راحت. نزدیک 10 تا 15 تا شاخه عود، هم صندل سفید هم صندل سرخ و جفتش این کار رو میکنیم. از اینکه تو هر وعده مثلا 15 تا شاخه شو این کار رو کنید. ترکیب این دوتا عود، کندور سوزوندنی، برگ بو، مریم گلی و اسفند، اینا رو همه رو یه ذره مریم گلی برمیدارید پودر میکنید، یه ذره کندور حالا اگه تونستید شما خورد کنید، من الان برای اینکه وقت شما رو نگیرم زیاد نمیگم، اسفند و برگ بو، اینا رو همه رو پودرش میکنید، میریزید، ترکیب میکنید با هم و میسوزونید. این ترکیب قوی ترین و فوق العاده ترین پاکسازی برای دفع انرژی منفیه. امیدوارم که درست کنید، استفاده کنید، همه انرژی منفیاتون تو این شرایط امروزی دور بشه و یه ذره حالتون بهتر باشه. و شاید تونستم خودم پکای آمادهش رو درست کردم که شما راحت دیگه خیلی راحت سفارش بدین و براتون ارسال بشه. امیدوارم که خودتون تو خونه استفاده کنید و سعی و سلامت بمونید.